در مرز قرقیزستان با تاجیکستان سه موضوع اساسی بحث است که تا 30 سال استقلال این دو کشور حل نشدنی باقی ماندند. در این باره روز 23 اکتبر در نشست خبریش رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف خبر داد. جباروف که در این نشست از یک سال رهبریش بر قرقیزستان نتیجه گیری میکند گفت او آماده است که خود همین روز سازشنامه مرزی را امضا کند، ولی نه همه چی از بیشکک وابسته است. این مشکلی است که 30 سال باز حل نشده باقی مانده است. ماه می من اسناد وابسته به مرز با تاجیکستان را از کمیسیون بین حکومتی طلب کردم. در آنجا سه مسئله بحثی است: اوید به قطعه تورتکوجا، اوید به راهی که به انکلاو وروخ میبرد و اوید به قطعه های بحثی در ناحیه بادکن و لیلک. ولی از نگاه حقوقی حق به جانب ماست، اظهار داشت جباروف. به گفته پرزیدنت قرقیزستان 3 مارس سال 2009 ادخان مادمورودوف که آن وقت شورای امنیت این کشور بود به پروتکل امضا گذاشت که حالا جانب تاجیکستان بر اساس همان پروتکل با یک قطعه بحثی در مرز دو کشور دعوا دارد. من گفتم که این زمین ماست، ما از طریق آن علاقه 100 سال باز به لیلک روا داریم، ولی آنها این سند را نشان میدهند. در این پروتکل مادمورودوف 275 متر زمین را مال تاجیکستان اعتراف میکند و برای 49 سال این زمین را برای اجاره میخواهد. آنها میگویند که 12 سالش گذشت و بعد 37 سال ما این قطعه را میبندیم یا از طریق مذاکرات اجارهش را باز دوام میدهیم. من گفتم که مادمورودوف صلاحیت امضا کردن پروتکل را نداشت و آن قوه قانونی ندارد. برای حل مسائل مرزی اول کمیسیون بین حکومتی کار میکند، سپس سازشنامه به دست پرزیدنت سپرده می شود و بعدا برای تصویب به پارلمان فرستاده می شود. هیچ نهاد دیگری حق امضای چنین سند را ندارد. من گفتم که دایر به این قطعه زمین نباید یگان بحث باشد. من می توانم به این مسئله نقطه گذارم، ولی در آن صورت بعد 37 سال ناحیه لیلک به انکلاو تبدیل خواهد یافت، گفت صادر جباروف. قبلا مادمورودوف از امضایش در پروتکل سال 2009 حمایت کرده گفت محض به شرافت امین پروتکل امروز تمام ماشینایی که از سلکوته برا میبرویند بدون ممانعت به دیگر قسمت‌های قرقیزستان از جمله به بیشکک حرکت میکنند. مادمورودوف گفت امضای پروتکل در همان شب و روز درست بود، ولی از بس که پارلمان آن را تصویب نکرده است پروتکل سال 2009 دیگر یگان قوه قانونی ندارد. و گفته پرزیدنت قرقیزستان در ناحیه لیلک و بادکن در عموم 210,000 گکتار زمین بحثی به شمار می رود. آنها می گویند این زمین ها سال 1924 به شما داده شدند. من جواب دادم اگر چنین است سال 1924 ما هم به شما مرغاب را دادیم که مساحتش 3 میلیون گکتار است. پس بیایید اول مرغاب را برگردانید. آنها به این راضی نیستند، گفت جباروف. او افزود که مذاکره ها ادامه دارند و اخیراً دو جانب باز 8 کیلومتر دیگر از مرز بین قرقیزستان و تاجیکستان را معین کردند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی، دوشنبه و بیشکک از 971 کیلومتر مرز دو کشور تا امروز همگی چیز بیشتر از 500 کیلومترش را تعیین و علامت گذاری کرده. تا 8 سال آخر در گفت و شنیدهای مرزی دیگر یگان کیلومتر پیش نرفته بودند. در پایان ماه اپریل سال جاری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه خونینی روی داد که در آن از طرف قرقیزستان 36 نفر کشته و 154 نفر زخمی شده، از جانب تاجیکستان 19 کشته و 87 زخمی به جا گذاشت. این مناقشه خونین‌ترین در تاریخ بحث‌های مرزی آسیای مرکزی به شمار می رود.